مسئله طبق نقشه چاره‌بینی‌های وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با مقصد پیشگیری نمودن حالت‌های ناخوش سوختار در سراسر کشور دو مراتبه چاره‌بینی پروفیلاکتیکی و آتش نشانی تحت رمز محافظه گذرانیده می‌شود. مرحله اولی چاره‌بینی مذکور در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ادامه دارد. از طرف رهبریت و کارمندان قسم مستقل هشتمی حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش نشانی عاید به محافظه ناحیه اسپیتامن در دایره چاره‌بینی مذکور در حدود ناحیه تدبیرهای ضروری اندیشیده می‌شود. مسئولین خدمات آتش نشانی ناحیه منتظم با کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها عاید رعایت قاعده های بی‌خطری از سوختار ملاقات و واخوری ها دایر می‌نمایند. همچنین از طرف کارمندان در تشکیلات و مؤسسه و خانه های استقامتی ساکنان کارهای فهماندهی گذرانیده شده و ساکنان راههای پیشگیری از سوختار از جمله استفاده درست تجهیزات برقی و گازی، پیچکه های بخاری، ناقل ها و دیگر قاعده های بی‌خطری از سوختار فهمانیده می‌شوند. تحلیل ها نشان می‌دهد که اکثر حالت های ناخوش سوختار از بی اهمیتی ساکنان و نادرست استفاده بردن تجهیزات گازی و برقی به وقوع می‌آیند. ما در دوره تهدید کننده خطر سوختار تصمیم گرفتیم که با اهالی قاعده بی‌خطر از سوختار رو آموزانیم. مقصد از گذراندن این عملیات پیشگیری نمودن حادثه ناخوش سوختار در منطقه های اهالی نشین و آموزش اهالی با قاعده بی‌خطر از سوختار می باشد. در سال 2025 در حدود ناحیه 26 عدد حادثه ناخوش سوختار به قید گرفته شد که ضرر آن زیاده از 3 میلیون را تشکیل داد. تشویش آورش آن است که در حادثه ناخوش سوختار فوت آدمان نیز به قید گرفته شد. همچنین در ناحیه اسپیتامن طبق نقشه چاره‌بینی‌های ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت مشق‌های تاکتیکی آتش نشانی در بناهای بلندآشان گذرانیده شدند. در این مشق‌ها هیئت قسم مستقل هشتمی حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش نشانی در ناحیه اسپیتامن آمادگی خود را در خاموش کردن آتش در بناهای بلندآشانه و نجات دادن ساکنان هنگام سوختار نشان دادند. از طرف متخصصان ریاست خدمات دولتی آتش نشانی ولایت سوخت و مسئولین دستور داده شد که برای سریع خاموش کردن سوختار باید همیشه آماده باشند. کارمندان سوراخ و منبع‌های آب را آموزند تا سریع به جای سوختار حاضر شوند. ذکر گردید که در خدمات آتش نشانی ناحیه اسپیتامن عین زمان متخصصان پرتجربه فعالیت دارند و قسم با تجهیزات‌های ضروری آتش خاموش کنی مجهز میباشد. در شهر گلستان ولایت سوخت نیز مرحله اول عملیات محافظه از روی نقشه در سطح ضروری ادامه دارد. بهر پیشگیری حادثه‌های ناخوش سوختار، رهبریت و کارمندان قسم مستقل 37 حربی کنونیده شده خدمات دولتی آتش نشانی عاید به محافظت شهر گلستان تصمیم گرفتند که در حدود جماعت شهرک‌ها و شهر گلستان کارهای فهماندهی و پروفیلاکتیکی را در تمام انشاءات‌های خواجگی خلق به راه مانند. در این خصوص علاقه کارمندان این نهاد طبق نقشه چاره‌بینی‌های پیش گرفته در جماعت شهرک ادرسمان شهر گلستان دسته جمعانه دایر به تشویق و ترغیب طلبات‌های بی‌خطری از سوختار در بین اهالی و مسئولین دیگر انشاءات‌های خواجگی خلق صحبت‌ها گذرانیدند. ضمن صحبت با ساکنان در برابر فهمانیدن قاعده‌های بی‌خطری از سوختار همچنین عاید ثمرناک استفاده بردن نیروی برق نیز دستور داده شد. مقصد از برگزاری چاره‌بینی مذکور این کاهش دادن حادثه‌های ناخوش سوختار بوده و شهروندان شهر گلستان و شهرک‌ها دایر به استفاده درست تجهیزات اولین درجه روزگار از جمله ظرف‌های گاز مایع، تجهیزات‌های برقی، دایر به پیچکه‌های گرم‌دهی، بخاری و غیره طلبات‌های بی‌خطری از سوختار و کارهای فهماندهی گذرانیده شد. هیئت شخصی قسم مستقل 37 حربی کنونده شده خدمات دولتی آتش نشانی برای در شهر گلستان جاری نمودن عملیات محافظه، کارهای تقریبات تشویقاتی، کارهای فهماندهی قاعده‌های بی‌خطر سوختار بین اهالی در انشاءات‌های خصوصی، انشاءات‌های دولتی چاره‌بینی گذرانده ایستاده است. تمام هیئت شخصی سفربر کرده شده برای آموزاندن اهالی در منزل‌های استقامتی، رعایت قاعده‌های بی‌خطر سوختار، طرزهای استفاده بر تجهیزات‌های گرم‌دهی، طرزهای استفاده بر تجهیزات‌های گازی و دیگر قاعده‌های بی‌خطر سوختار دائما تحت نظارت گرفتن کودکان خود دستوردهی گذرانده می شود. مورد به ذکر است که در سال 2025 در حدود شهر و شهرک‌های گلستان 12 عدد حادثه ناخوش سوختار به عمل آمده به مالکیت شهروندان 268,705 سومانی ضرر مادی رسیده است. مسئولین خدمات آتش نشانی شهر در نقشه دارند در همه جماعت شهرک‌های شهر گلستان از جمله در منزل‌های استقامتی و مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی کارهای فهماندهی را گذرانند تا بهر پیشگیری حادثه‌های ناخوش سوختار سهمگزار باشند.
در قسم مستقل 37 حربی کننده شده خدمات دولتی آتش نشانی باید با محافظه شهر گلستان عین زمان تمام تجهیزات‌های ضروری آتش خاموش کنی موجودند و در این قسم متخصصان ورزیده فعالیت دارند.